خدا زناکاری که توبه کرده دوست دارد، شرابی که توبه کرده دوست دارد، روزخوری که توبه کرده دوست دارد، کسی که ترک نماز کرده و توبه کرده دوستش دارد. ان الله یحب التوابین، خداوند توبه کنندگان را دوست دارد. اینم کافی نیست، شاید به دل ما این سخن بگذره که خدایا ما خود توبه کرده بودیم، با کردیم، خدایا خود ما بار توبه کردیم، بار گناه کردیم. ای جوانی که تو این دم توبه نکرده بودی، دستت به گناه آلوده بود. ای خواهر، ای مادری که تا این دم از خدا بریده بودی، به خدا پشت کرده بودی، این آیه را گوش کن، این آیه را گوش کن و محبت پروردگار را نسبت به خودت ببین. ایره به شرابی هم اعلان میکنه، به زناکار هم اعلان میکنه، به دزدم اعلان میکنه، به قطع طریق هم اعلان میکنه، به خائن هم اعلان میکنه، به سودخور هم اعلان میکنه، به شرابی و قاتل هم اعلان میکنه. حضرت حق سبحانه و تعالی رمضان آمد، هنوز همسایش که در کنارش هست آرامش نداره. رمضان آمد هنوز هم حرام میخورد. رمضان آمد هنوز قلبش گرایش و میلان به سوی گناه دارد. رمضان آمد هنوز دستش بطش گناه دارد. رمضان آمد قدمش هنوز مشی به سوی گناه دارد. اگر ما از این گروه هستیم، من خود شخصا خود را فکر میکنم از این گروه باش. آیا ما تغییر کردیم؟ هر کدام ما باید فکر کنیم آیا تغییر کردیم؟ رمضان برای تغییر آمد، برای که ما را مشتاق بگرداند، محبت الله در قلب ما موج بزند، چشمهای ما پر از اشک شود، در سینه های ما درد پیدا شود، در وقت افطاری قطرات اشک ما جاری باشد، در وقت تهجد اشک ما جاری باشد، هر وقتی که دست بلند میکنیم اشک ما جاری باشد که ای الله ما خیلی کردیم و پوشیدی، ما خیلی کردیم رسوا نکردیم. پروردگارا این ماه آمد، ما میخوایم خوب شویم، بنده تو شویم، بنده خوب تو شویم. خدایا گرچه نواقصی و عیوب ما زیاد است، خدایا ما به درگاه تو آمدیم، دست ما را بگیر. من به همین مناسبت که آیا از گروه دوم غافلان هستیم یا مشتاقان؟ الله اکبر. مشتاقان چی کسانی هستند؟ مشتاقان کسانی هستند که وقت ماه مبارک رمضان می آید، هر لحظه توبه، هر لحظه گریه، هر لحظه ندامت و پشیمانی از گناه، هر لحظه حرکت به سوی خدا، هر لحظه درود بر رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم. اگر برادرش در شهر به او تکر میزند، او با تبسم به طرفش نگاه میکند، میگوید من روزه هستم. اگر همسرش دیگ درست پخته نکرده، برایش میگوید مشکل ندارد، چون این ماه خیلی مبارک است، به خاطر این ماه متعفو میکنم، چون این ماه برای نیک شدن اخلاق من آمده. اگر قرار است اخلاق من درست نشود، رویه من درست نشود، کردار من درست نشود، رفتار من با برادر و همسایه درست نشود، پدر و مادر هر روز دست و پایش بوسیده نشود و پدرجان و مادرجان را در ماه مبارک رمضان گفته نشود که پدرجان، مادرجان چقدر با ما زحمت کردی، چقدر با ما تلاش کردین، شبها نخوابیدی، ما را بزرگ کردی، بسیار رنج دادیم، پدرجان، مادرجان خیلی رنجش کشیدی از دست ما. چی می شود که یک دعا در حق فرزندتان بکنی؟ یک دعا در حق فرزندتان بکو که خدایا فرزند مرا صالح بگردان، یا الله فرزند مرا دیندار بگردان، یا الله گناهانی که فرزند من انجام داده پروردگار همه ایش را عفو بکن. دعای پدر و مادر در حق فرزند مثل دعای نبی در حق امتش است، مثل دعای نبی در حق امتش است. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود 3 دعا شک در اجابتش نیست، این شک در اجابتش نیست. یکی دعای پدر و مادر، وقت پدر و مادر دست بلند میکند به سوی الله
پروردگار فرزند من نیک بگردان، خدایا فرزند من صالح بگردان. الله دعای پدر و مادر را قبول میکنه. پدران عزیز، مادران گرامی که آواز مرا میشنوین، برای تغییر فرزندانتان و دخترانتان، پسرانتان در این ماه مبارک رمضان دعا کنید و دعای مسافر رد نمی شود، دعای مظلوم رد نمی شود. دوستان، عنوانی که من تهیه دیدم که خدمت شما عزیزان عرض کنم که چون در دهه با آواز بلند میشتم، در کدام دهه قرار دادیم؟ دهه مغفرت. پس عنوان هم تهیه کردم توبه کنندگان محبوب رب العزت و الجلال هستند. توبه کنندگان محبوب رب العزت و الجلال هستند. من خواستم او برادری که خیلی ناامید بود، او جوانی که خیلی ناامید بود، او خواهر و مادری که خیلی ناامید است که خیلی گناه کردم من، آیا خدا مرا میبخشه؟ یا ما از راههای خیلی دور آمدیم به امید ای که پروردگار ما را غریق رحمت خیش بگرداند؟ آیا پروردگار ما را میبخشه؟ آیا اگر 11 روز تغییر نکردیم، روزه در 11 روز گرفتیم هنوز چشم چرانی کردیم، در 11 روز روزه گرفتیم هنوز موسیقی شنیدیم، در 11 روز روزه گرفتیم هنوز دست از حرام بر نداشتیم، آیا خدا ما را میپذیره؟ آیا پروردگار توبه ما را قبول میکند؟ به یک جمله براتان میگویم عزیزان من، الله آغوش رحمتش بر روی کل ما باز است. بگوین الله اکبر. آغوش رحمت بر روی ما باز است. آیه‌ای که خواندم خیلی جالب است. این آیه بسیار جالب است. آیه 49 سوره حجر است. الله جل مجده می فرماید: نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. این بار بار باید بخوانیم. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. خبر بدین بندگان مرا، خبر بدین اونهایی که گناه کردن، اونهایی که شراب نوشیدن، اونهایی که زنا کردن، اونهایی که قتل کردن، اونهایی که پدر و مادر را آزار دادن، اونهایی که به دین توهین کردن، اگر توبه کردن، اگر دست از گناه برداشتن، برشان خبر بده انی انا الغفور الرحیم، من پروردگار عالم بخشنده و مهربان هستم، او را می بخشم. بخشنده و مهربان هستم، او را می بخشم. و آیه بعد میگه و ان عذابی هو العذاب الالیم، یقینا عذاب من هم عذاب بسیار دردناک است. عذاب من بسیار عذاب علیم است و خطرناک است. دوستان من، 91 مرتبه در قرآن لفظ غفور آمده. چند مرتبه؟ 91 مرتبه. 91 مرتبه در قرآن الله نام غفور خود را ذکر کرده، یعنی خدا بخشنده است. 5 جای در قرآن لفظ غفار می آید، صیغه مبالغه، پروردگار بسیار بخشنده است. و 80 جای در قرآن لفظ توبه می آید و قبولیت توبه می آید. 80 جای در قرآن لفظ توبه و قبولیت توبه می آید. سروران من، توبه بسیار مردم تصور میکنن و فکر میکنن که توبه را کسی بکنه که گناه میکند، توبه را کسی بکند که شراب می نوشد، توبه را کسی بکند که زنا کرده، توبه را کسی بکند که دروغ گفته. از شما پرسان میکنم، از ما شروع، در مجلس ما کسی بیگناه هست؟ خیلی کمرنگ میگین، کمک کنین. هست؟ نیست. هیچ کس بیگناه نیست. کل ما گناه کردیم. ولی امین الان در کجا قرار داریم؟ خانه الله، خانه الله جل جلاله. پس وقت کل ما گناهگار هستیم، کل ما امروز توبه میکنیم، همه ما امروز استغفار طلب میکنیم، همه ما امروز میریم به پیشگاه حضرت حق سبحانه و تعالی. خدایا کردیم، بار بار کردیم، تو پوشیدی، بار بار کردیم، تو رسوا نکردی،
بار بار کردیم نعمت از ما نگرفتی، بار بار کردیم هنوز چشم ما کار میدهد، بار بار کردیم هنوز گوش ما میشنود، بار بار کردیم هنوز دست ما شل نشده، بار بار کردیم هنوز ما را رسوای تلویزیونی نکردی. خیلی ها رسوا شدن پروردگار، هنوز ستر تو بر سر ما هست. خدایا ما امروز آمدیم به در تو، به ما توبه نصیب بگردان، به ما توبه نصیب بگردان. الله اکبر. ایره باز گوش دل بشنویم که خیلی جالب است. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم، محبوب رب العالمین، کسی که نه گناه قبلی داشت نه گناه بعدی، کسی که الله اعلان کرده ای رسول صلی الله علیه و سلم تو معصوم هستی. معصوم کسی را میگه که از گناه خود خدا او را حفظ کرده باشد. پیامبر گناه نکرده، نه گناه کبیره انجام داده نه گناه صغیره. گرچه اختلاف علماست که آیا انبیا صغایر از پیششان انجام میپذیره یا نمیپذیره. خب به هر تقدیر پیامبر ما صلی الله علیه و سلم معصوم از گناه است. در حدیث امام مسلم کتاب توبه حدیث 2702 هست، رسول پاک صلی الله علیه و سلم فرمود یا ایها الناس، ای مردم، ای مردم، ای امتان من، توبوا الی الله، ای مردم به سوی خدا رجوع کنین، به سوی خدا بازگشت بکنین، توبه بکنین. علما میگن توبه واجب هست. چرا؟ صیغه امر هم در قرآن آمده و هم در حدیث رسول صلی الله علیه و سلم. این یک فرض مستقل است. توبه کردن فرض مستقل هست، واجب هست. الله فرمود و توبوا الی الله، ای بندگان من توبه کنین. و توبوا الی الله جمیعا، کل شما توبه بکنین. ایها المؤمنون، ای مؤمنان، لعلکم تفلحون، تا شما رستگار شوید. رسول پاک صلی الله علیه و سلم فرمود یا ایها الناس توبوا الی الله، ای مردم توبه کنین. فانی اتوب فی الیوم الیه 100 مره، ای امت من محمد امین صلی الله علیه و سلم، من که فخر موجودات هستم، من که افضل من الرسل هستم، این را من میگویم. رسول صلی الله علیه و سلم افضل من الرسل بود. قرآن بیان میکند او را سرتاج کل انبیا بود، سید و سالار انبیا بود، امام کل انبیا بود. رسول خدا میفرماید ای امت من توبه بکنین. چرا؟ که من محمد هر روز 100 بار توبه میکنم. الله اکبر. رسول خدا 100 بار توبه میکند، 100 بار توبه میکند. میدانین انسان ها در گناه دو قسم هستند، یکی مؤمنان هستند، یکی منافقین هستند. حالا بیاییم یک چک بکنیم که در کدام قطار ما و شما قرار داریم. اونهایی که مؤمن هستند وقتی یک گناه بسیار جزئی از پیششان سر میزنه، یک گناه بسیار کوچک از پیششان سر میزنه، بسیار گناه جزئی هست، اینقدر شرم و حیای پروردگار سر وجودشان نمیگیره که دست و پایشان بلرزه میآید. دست و پایشان میلرزه که ما نافرمانی کی را کردیم، نافرمانی الله را. میدانین روز قیامت الله جل مجده وقتی بنده را در پیش روی خود قرار میدهد میگوید اما استحییت تعصینی، بندیم از ما شرم نکردی؟ بندیم از ما حیا نکردی؟ بندیم از پدرت شرمیدی، از امام مسجد شرمیدی، از زنت شرمیدی، از رفیقت شرمیدی، دروازه را بسته کردی، از پیش چشم همه خود را کنار کشیدی. اما استحییت تعصینی، از من نشرمیدی؟ حین اغلقت الابواب، زمانی که دروازه ها را بسته کردی ندانستی که یک ذات تو را میبیند. الم یعلم بان الله یراه، تو نمیدانستی که خدا تو را میبیند؟ اما استحییت تعصینی، اما استحییت تعصینی، از من نشرمیدی؟ اذا ما قال لی ربی، وقتی که مرا میگفتی رب من، خدای من، پروردگار من، وقتی گناه را انجام میدادی از من نشرمیدی؟ ما چی جواب داریم به پیشگاه حضرت حق سبحانه و تعالی در روز آخرت؟ و تخفی الذنوب عن خلقی، گناه ها را
از بنده های ما مخفی میکردی ولی از من شرم نداشتی. به یک طرف لذت گناه را قرار بدهیم، به یک طرف خوف خدا را قرار بدهیم. ما امروز از هر چیزی میترسیم. ما از تاریکی شب میترسیم، از مار و گژدون میترسیم، از کامراهای مخفی میترسیم، از پلیس میترسیم، از کسی که سلاح داره میترسیم، از آواز مرمی میترسیم. اما کدام وقت فکر کردی که چند فیصد از خدا میترسیم؟ ما چقدر ترس خدا به قلب ما هست. 5 دقیقه لذت خوف خدا را از قلب ما میکشد. در 5 دقیقه لذت این طرف لذت مقایسه بکن با خوف خدا که ما وقت به گناه آغشته میشیم، گناه میکنیم، 5 دقیقه لذت دارد هر گناه، ولی بعدش چی میشود؟ چقدر پشیمان میشی؟ رسول صلی الله علیه و سلم فرمود اونهایی که فاسقان هستند، فاجران هستند، منافقان هستند، صفتشان این است که وقت گناه انجام میدهند، وقت گناه از پیششان صادر میشود، آنقدر بی‌پروا هستند، باک ندارن، مثل که مگس از پیش بینیشان رد شده باشد. گناه که میکنیم، اگر به خدا پناه ببریم که گناه نکنیم، گناه میکنیم چون جایز الخطا هستیم. ولی مهم اینجاست که بعد از اینکه گناه را انجام دادی متوجه قلبت یک بار شو که قلبت نسبت به گناهی که انجام دادی چه عکس العمل نشان میدهد. آیا قلبت میلرزد در درونت؟ آیا پشیمانی برات پیدا شده؟ آیا ندامت برات پیدا شده؟ آیا شرمنده شدی؟ آیا خجالت شدی؟ براتان نگفته بودم عتبه غلام در زمستانی که بسیار هوا سرد بود یک جای استاد شده بود در میان راه، قطرات عرق از جبینش از سر و صورتش میچکید. کسی برش گفت که این زمستان سرد است، ای هوای سرد است، که تو عرق کردی؟ گفت این عرق خجالتی هست، این عرق حیاست، این عرق شرمندگی است. گفت برای چی میشرمی؟ گفت در همین جا نافرمانی خدا را کرده بودم. وقتی الان اینجا استاد هستم، از این میترسم که روز قیامت خدا همین مکان را حاضر کند برای من بگوید ای عتبه مگر منو فراموش کرده بودی؟ چطور در اینجا نافرمانی مرا کردی؟ هر کدام ما در یک نقطه گناه میکنیم و در یک نقطه گناه کردیم. ببینین بزرگان دین چقدر حالات دیگری داشتن، در اون موقعیت و مکانی که توبه کرده بودن، ولی در مکانی که گناه کرده بودن هر وقت قرار می گرفتن عرق میکردن، دست پایشون به لرزه می آمد، دست پایشون به لرزه می آمد. بناهن سروران من، عنوان صحبت توبه کنندگان محبوب رب العزت و الجلال هستند. شما اگر آیه 112 سوره توبه را بخوانید، الله جل مجدوه چی می فرماید؟ بسم الله الرحمن الرحیم التائبون العابدون الحامدون. الله اکبر. التائبون العابدون الحامدون، توبه کنندگان. در اول آیه الله چی میگه؟ توبه کنندگان. بعدش میگه عبادت کنندگان. چرا؟ مفسرین رمز را بیان میکنن چرا الله توبه کنندگان رو مقدم ذکر میکند. میگه به خاطری که بنده ای که توبه کرده خجالت نخوره که من گناه کرده بودم. بندی که توبه کرده خجالت نخوره که من گناه کرده بودم. یک روز حضرت عمر خبر به پیامبر بزرگوار ما صلی الله علیه و سلم رسید. با آواز بلند زمزمه بکنین صلی الله علیه و سلم. یا رسول الله عمر گریه داره، یا رسول الله عمر خیلی گریه کرده، از صبح گریه میکنه تا این دم. رسول پاک صلی الله علیه و سلم چون دوست داره گلهای نازنین خود را، چون دوست داره عمری که سر تا پا ایمان بود از جای خود بلند می شود که برود سراغ عمر چرا گریه می کند، می آید به سراغ حضرت عمر میگوید عمر جان چرا گریه می کنی؟ تمام روز خبر شدم گریه کردی. یا رسول الله مرا امروز یک چیز آزار داد، مرا امروز یک چیز قلب مرا ناآرام کرده است، اشک من آرام نمی شود، دست پای من بلرزه است. عمر جان چرا گریه میکنی؟ چی چیز تو را ناآرام کرده؟ حضرت عمر میگه یا رسول الله صلی الله علیه و سلم مرا این ناآرام کرده که اگر در روز قیامت حضرت حق سبحانه
مرا این ناآرام کرده اگر حضرت حق سبحانه و تعالی در روز قیامت مرا پیش خود استاد بکند، به من بگوید ای عمر مگر به تو عقل نداده بودم؟ مگر من تو را خم نکرده بودم؟ مگر نعمت ها از من نبود؟ مگر جان را من برای تو نداده بودم؟ مگر پدر و مادر را من نداده بودم؟ مگر فرزندان را به تو من نداده بودم؟ اون قوت و انرژی را به تو من نداده بودم؟ ای عمر با این عقلی که تو داشتی چگونه نافرمانی مرا کردی؟ چگونه از من حیا نکردی و شرم نکردی، گناه کردی؟ حضرت عمر سوز قبل از اسلام خود را میخورد. گناهایی که قبل از اسلام انجام داده عمر را دیگرگون کرده، در حالی که عمر میداند هر که مسلمان شود کل گناهان او را خدا میبخشد. وقتی این سخن از زبان عمر کنده می شود، رسول خدا هم به گریه می شود. بعد نگاه می کند به حضرت عمر، می گوید عمر جان تو نگران نباش، خدا با هر که آشتی بکند در روز قیامت او را بیابرو نمی کند. بیاییم که با خدای خدا آشتی کنیم امروز، بیاییم که با پروردگار خود صلح کنیم امروز، بیاییم که توبه کنیم، به الله بگوییم خدایا همون قسمی که در دنیا رسول خدا گناهان ما را ندید، یا الله در روز قیامت ما را به پیش محبوب ما رسول الله بیابرو مگردان، به پیش انبیا بیابرو مگردان. الله اکبر. حضرت عمر میگوید من از این شرم دارم که در روز قیامت الله پرسان کنه عمر با اون عقلی که تو داشتی چگونه نافرمانی الله را کردی؟ بیاییم سروران من که ما توبه بکنیم. توبه الله جل مجدو فرمود التائبون، توبه کنندگان. چقدر ما را دوست داره، چقدر به ما عشق می‌ورزه، چقدر ابراز محبت میکنه. در آیه 222 سوره بقره چی میفرماید الله؟ ای جوانی که تا این دم توبه نکرده بودی دستت به گناه آلوده بود. ای خواهر، ای مادری که تا این دم از خدا بریده بودی، به خدا پشت کرده بودی، این آیه را گوش کن، این آیه را گوش کن و محبت پروردگار را نسبت به خودت ببین. ایره به شرابی هم اعلان میکنه، به زناکار هم اعلان میکنه، به دزدم اعلان میکنه، به کوتاه طریق هم اعلان میکنه، به خائن هم اعلان میکنه، به سودخور هم اعلان میکنه، به شرابی و قاتل هم اعلان میکنه. حضرت حق سبحانه و تعالی ان الله يحب التوابین و يحب المتطهرین. ان الله يحب التوابین، یقینا بدون شک الله توبه کنندگان را محبوب خود می‌دارد و می‌گرداند. بگوین الله اکبر. توبه کنندگان محبوب الله هستند. ان الله يحب التوابین، خدا زناکاری که توبه کرده دوست دارد، شرابی که توبه کرده دوست دارد، روزخوری که توبه کرده دوست دارد، کسی که ترک نماز کرده و توبه کرده دوستش دارد. ان الله يحب التوابین، خداوند توبه کنندگان را دوست دارد. اینم کافی نیست، شاید به دل ما این سخن بگذره که خدایا ما خود توبه کرده بودیم، با کردیم، خدایا خود ما بار توبه کردیم، بار گناه کردیم. شاید به ذهن ما بگرده که خدایا ما بار بار توبه کردیم و بار بار شکستیم. الله جل مجدو هیچ وقت قلب بنده را نمی شکناند. و ما هستیم که همیشه پروردگار خود را به گناه خود آزار میدیم.
در آیه 25 سوره اسراء الله جل مجدو یک اعلان دیگر دارد به اونهایی که بار بار توبه کردن و بار بار گناه کردن. میفرماید انه کان للأوابین غفورا. الله اکبر. سعید ابن مسیب که از شخصیت‌های برجسته امت است، یکی از علمای پیشتاز و نخبه امت است، و در ذیل این آیه می فرماید انه کان للأوابین غفورا، یقینا پروردگار برای اونهایی که اواب هستند غفور است و بخشنده و مهربان است. سعید ابن مسیب میگوید اونها چه کسانی هستند؟ میگه اونهایی کسانی هستند که یذنبوا فیستغفروا، یذنبوا فیستغفروا، گناه میکنند توبه میکنند، گناه میکنند توبه میکنند. الله به اونها هم اعلان کرده که ای بندگان من نومید نشوین، 100 بار اگر توبه شکستی بازا. الله اکبر، الله اکبر. گر تو طلبی داری بیداری شبها کو، با ذکر خدا بودن در خلوت تنها کو. بسیار گناه کردی از حق تو نترسیدی، بسیار گناه کردی از حق تو نترسیدی. از ترس عذاب حق نالیدن شبها کو، چون گوی تو یا الله. الله اکبر. چون گوی تو یا الله گویم به تو لبیک. این بنده نوازی ها جز حضرت ما را کو. وقتی قلب زن خود را میشکنانیم چند بار برش میگیم یک گلاس آب بده و ما نمیدهد. وقتی فرزند قلب پدر و مادر را میشکناند سلام میدهد، پدر و مادر جواب سلام نمیدهد. یک بار بیا یک شناخت از این محبوب خود پیدا بکنیم. الله جل مجدوه می فرماید ای بنده من اگر یک بار بگوی الله 70 بار به تو میگم لبیک عبدی، لبیک عبدی، لبیک عبدی. بنده من چی میخواهی؟ بیاییم که توبه کنیم، بیاییم که محبوب حضرت حق سبحانه و تعالی شویم.